به نام خدا، آنکارا هستیم برای در واقع اخذ روادید گروه دوم برای کانادا. دیروز به خوبی همه کارا انجام شد، خدا رو شکر. به سلامتی همه چی گذشت. روادید کاراش کامل شد و امیدوارم مثل گروه قبل که هفته پیش در واقع خدمتشون بودیم روادید به خیر بگذره و همه صادر بشه تا ما بتونیم این حرکت بزرگ که خب تا حالا به این بزرگی من فکر میکنم نبوده رو، که همون در واقع بیزینس تور کانادا هستش در ونکوور و کانادا و تورنتو، رخ بده و به خوبی همه چی بگذره. دیشب متاسفانه یه حمله تروریستی خیلی بزرگ هم توی آنکارا در واقع رخ داد و یه بمب خیلی بزرگ به فاصله خیلی نزدیک از ما، یعنی به محضی که ما گذاشتیم، منفجر شد و تعداد خیلی زیادی متاسفانه کشته شدن. امیدوارم که از این برنامه هیچ وقت نباشه، به امید یک دنیای بدون جنگ، دنیای پر از صلح. ایران هم سرفراز. ممنون که با من